در جلسه 11 دعای خستگی ناپذیر شما درباره دعای مؤثر و رخ دادن وقایعی که به نظر ناممکن می‌آیند خواهید آموخت. به مبحث خستگی ناپذیر خوش آمدید. ما همین حالا در یک تجربه خستگی ناپذیری شرکت داریم. در اینجا رسیدیم به جلسه 11 و مطالب فصل 15 را پوشش میدیم و عنوان این جلسه دعای خستگی ناپذیره. خب میتونید بشینید تا وارد بحث بشیم. مبحث ما بدون تحت پوشش قرار دادن موضوع تعامل با خدا نمیتونه کامل تلقی بشه. چگونه باید به اون نزدیک شده و از او درخواستی بطلبیم؟ آیا باید از موضع ترس به نزدش برویم یا باید با تعظیم به حضور او برویم؟ آیا تنها باید برای موارد بزرگ دعا کنیم با این امید یادید که اگه هیچ پاسخی دریافت نکردیم ناامید نشیم؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که در سطح کم، متوسط یا بزرگی از دعای ما پاسخ داده بشن؟ میدونم شاید این پرسش‌ها بی‌معنی به نظر برسن، اما پس از سالها سفر و شرکت در جلسات متعدد دعا وجود چنین دیدگاهی غیر ممکن نبوده. من در جلسات دعای بیشماری شرکت کردم و اونا خیلی سرد و معمولی بودن. به طور کلی هیچ قدرتی در مجاب کردن یا شور و اشتیاق در مطرح کردن درخواستات دیده نمی شده. من شاهد جلسه دعای بیشماری بودم که افراد در حال بازی کردن با آیپداشون مشغول قدم زدن می شدن یا دارن بخشایی از کتاب مقدس می خونن در حالی که ما باید مشغول شفاعت باشیم. من اغلب در تجربه‌ام که این دعا کننده های بیریا و اونا واقعا افراد بیریایی هستن، من اغلب تعجب میکنم وقتی میبینم که اونا فکر میکنن تنها با شرکت کردن در جلسه دعا بهشون خدا جواب میده. بارها با شنیدن دعای سطحی و بی هدف رهبران در جلسات کلیسایی قلبم به درد اومده. در اون لحظه به این فکر کردم که اگه این شخص به دفتر یکی از مقامات دولتی میرفت و اون مقام دولتی مثلا شهردار یا استاندار به همون نحوی که همین الان با پادشاه تمام عالم صحبت میکرد، بدونید اون مقام چه پاسخی میداد؟ اینجا داری چیکار میکنی؟ داری وقت منو هدر میدی. لطفاً برو بیرون. فکر نمیکنم خدا چنین چیزی بگه، اما میدونم که احتمالاً اون مقام دولتی اینو میگفت. در مورد نیازهایمون به ما سفارش شده که با شهامت به تخت فیض نزدیک بشیم. در عبرانیان باب 4 آیه 16 بذارید تعریف لغت شهامت رو ارائه کنم. به معنای با اعتماد به نفس، بی‌پروا، پیشگام، مصمم و راسخ. خداوند سفارش میکنه به این شکل به تختش نزدیک بشیم. یه بار دیگه میگم، با اعتماد به نفس، بی‌پروا، پیشگام، مصمم و راسخ. متضاد این لغت میشه ترسو، مردد و خجول. خداوند به شما نشون میده که برای دریافت پاسختون باید با اطمینان و جسارت و قاطعیت به اون نزدیک بشید. این خواسته اونه. در ترجمه کینگ جیمز رساله یعقوب اومده دعای پرشور و مؤثر فرد فارسا قدرت بسیار دارد. بنابراین یه دعای مؤثر دعای پرشوره، یه دعای غیر مؤثر یه دعای بدون شور و حرارته. بذارین پرشور رو تعریف کنم. به معنای داشتن یا نشان دادن شور زیاد در روح، احساس و هیجان، همچنین به معنای با حرارت، گرم و سوزان هم هست. مترادف اون آتشین و خالصانه هستند. دعای غیر مؤثر یعنی دعایی با کمترین هیجان، دعایی بدون شور و حرارت و دعای غیر صمیمانه. میدونین روح القدس کمک کرد تا این موضوع برامون روشن بشه. هرگز فراموش نمی‌کنم زمانی که من و لیزا شبانان جوانی بودیم، دختری به خانه ما آمد که یکی دو بار در جلسات جوانان شرکت کرده بود و اون سالها به شدت درگیر جادوگری شده بود، جادوگری در سطحی بالا، و می‌خواست از اون نجات پیدا بکنه. یادم میاد که به خونه ما آمد و گفت من می‌خوام از شر این خلاص بشم، من می‌خوام عیسی رو بشناسم. و من و همسرم دعا کردیم و بعد دیو رو نهیب دادیم و از وجودش اخراج کردیم. دیو اونو ترک کرد. بعد از اینکه اون آزاد شد، من فکر می‌کنم لیزا یه نوشیدنی براش آماده کرده بود و ما مشغول صحبت شدیم و اون گفت شما میدونید من تا حالا به چند کلیسا مراجعه کردم و مشایخ بر من دست گذاشتن، با روغن منو تهدید کردن و گفتن حالا ای دیو ما به تو فرمان میدیم که به نام عیسی از این دختر خارج بشی. و اون گفت من صدای خنده‌های ارواح شری رو در خودم میشنیدم. اون گفت اما وقتی شما همسرتون برای من دعا کردین، فرمان شما توأم با اقتدار بود. متوجه چی میگم؟
دعای غیر مؤثر دعایی با کمترین هیجان، دعایی بدون شور و حرارته. و یعقوب با مثال آوردن از عهد عتیق حتی کمی جلوتر میره. یعقوب باب 5 آیه 17 و 18: ایلیا انسانی بود و همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3 سال و نیم باران بر زمین نبارید و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد. ایلیا با تمام وجود دعا کرد و شاهد نتایج معجزه آسایی شد. قید با تمام وجود مترادف با پرشور. اون با تمام وجود دعا کرد. بذارین تعریفی از با تمام وجود بگم. به معنای قاطعیت در تصمیم، هدف و تلاشه. به معنای صادقانه مشتاق بودن. خداوند در مطرح کردن احتیاجاتمون به دنبال اشتیاق خالصانه است. حالا هیچ گزارشی دال بر این که الیاس برای توقف باران دعا کرده بود وجود نداره، اما کتاب مقدس شرح دعای اون رو برای شروع بارش باران رو در اختیارمون قرار میده. در اول پادشاهان باب 18 آیه 42 اینطور میخوانیم: ایلیا بر قله کوه کرمل برآمد و به زمین خم شده روی خود را به میان زانوانش گذاشت. من میتونم ایلیا را تصور کنم که رفت اون بالا و سرش رو بین زانواش گذاشت، یا اون به یک شکل سجده کرده بود و اینطوری سرش رو بین زانواش گذاشته بود، یا در حالی که سرش بین زانواش بود به جلو عقب تکون میخورد. اون با شور اشتیاق فراوان داشت تکون میخورد و دعا میکرد تا خداوند بعد از 3 سال و 6 ماه قحطی دوباره بارون ببارونه. اون دعا کرد و بعد رو به خادمش کرد و گفت بالا برو و به سمت غرب نگاه کن و دقت کن ببین چیزی میبینی؟ خادم به بالای کوه میره، به سمت دریای مدیترانه نگاه میکنه، جایی که سالهای گذشته همیشه ابرهای بارازه از اونجا میومدن و چیزی نمیبینه. خادم میاد پایین و میگه هیچ خبری نیست. حالا در همین نقطه خیلی از افراد ناامید میشن. اونا با شور حرارت دعا میکنن. اونا از خدا میخوان که بارون ببارونه. اونا با خودشون فکر میکنن شاید خدا نمیخواد که بارون بباره، شاید اون میخواد که دنیا کمی بیشتر رنج بکشه، شاید به این خاطر که اخاب هنوز به شرارت داره ادامه میده. اما ایلیا اینطوری نبود. اون دوباره به زمین خم میشه و با هیجان و تمام وجود دعا میکنه. بعد برای بار دوم به خادمش میگه برو و دوباره نگاه کن. خادم بالا میره و دوباره نگاه میکنه، میاد پایین و میگه هیچ خبری نیست رئیس. حالا اغلب افراد در این مقطع حقیقتا تسلیم میشن. اونا یک دلیل بزرگ الهیاتی ارائه میکنن مبنی بر اینکه چرا خدا نمیخواد بارون بباره. اما نه ایلیا. او با تمام وجود دعا کرد چون از اراده خدا با خبر بود و او به جلو و عقب تکون میخورد و سرش بین زانوهاش بود و میگفت باشه خدایا بارونو ببارون. خادم بالا رفت و برگشت و گفت هیچ خبری نیست. 4 بار، 5 بار، 6 بار خبری نبود. بالاخره بار هفتم میتونید تصور کنید چه خادم فوق‌العاده‌ای بهش میگن کوه رو برو بالا و در یک روز 7 بار این کار انجام میده. بار هفتم خادم پایین میاد و میگه هی یه تیکه ابر دیدم به اندازه یک کف دست. اون نمیتونست کار خاص انجام بده، اما یه نشانه بود. خداوند نشانه رو بخشید. خیلی خوبه، بارون در راهه و این همون چیزی بود که ایلیا منتظرش بود. اون گفت خیلی خوب، همه چیزو جمع کنید، ما باید از اینجا بریم چون اون در راهه. و کاملا مطمئن بود ظرف چند دقیقه یا نمیدونم ظرف همون روز به یک باره باران بسیار تندی شروع به باریدن گرفت. نکته کلیدی اینه که تا اون زمان دیدن تکه ابر کوچک بنزه کف دست به دعا کردن ادامه داد. حالا این واقعیت در عهد جدید برای ما یه مصداق خاصی داره. یه تیکه ابر به اندازه کف دست مطمئنا نمیتونست باعث بارش اون بارونی باشه که ایلیا بر اون دعا کرده بود، اما میدونست هنوز زمان مقرر فرا نرسیده و به این دلیل ادامه میده. حالا این واقعیت در عهد جدید برای ما حاوی مفهوم بسیار بسیار مهمیه، چون در عهد جدید کلام میگه روح خدا در روحای ما شهادت میدهد. ما در عهد جدید دیگه منتظر دیدن ابر فیزیکی نیستیم. آنچه که ما دنبال اون هستیم شهادت روح القدس در درون ماست. وقتی که دعا میکنیم اون میتونه آزاد شدن شادی در درون ما باشه، میتونه کلام در وجود ما باشه، میتونه فقط اطمینان پاسخ دعا باشه. این اون ابر کوچکیه که در عهد جدید ما منتظر دیدنش هستیم. با من امر هستین؟ گوش کنین. من هرگز تولد آردن کریستوفر پسر چهارممون که یه جایی اونجا نشسته رو فراموش نمی‌کنم. من اونو دیدم یه جایی اون عقب بین اوضاع نشسته بود. اون ماجرا رو هرگز فراموش نمی‌کنم. ما 3 تا پسر داشتیم و لیزا در بدون آوردن بچه‌ها زنی با تجربه شده بود، اما یه ناراحتی وجود داشت. ما هنوز به پسر 12 نرسیده بودیم، ولی داشت پسر چهارم رو به دنیا می آورد. یه اتفاقی داشت پیش می‌اومد. یه مادر از کوچکترین تغییرات فرزندش با خبره
و حقیقتا مشکلی به وجود آمده بود و در رحم خودش اون احساس میکرد. آردن داشت به شکم مادرش میکوبید و لگد میزد و اون واقعا احساس میکرد که مشکلی در بارداریش به وجود آمده. در نتیجه جمعه شب به دکترمون زنگ زدیم و لیزا به اون گفت یه مشکل واقعا جدی به وجود اومده. اون دکتر که مرد بسیار حکیمی بود و همچنین ایماندارم بود، اون گفت میدونین چیه؟ شما فردا بیاین و ما دست به الغا یا تسلیه زایمان خواهیم زد. پس بیاد دارم که شنبه صبح ما همش رو جمع کردیم به بیمارستان رفتیم. این دکتر یه مرد فوق العاده ای. اون اومد لیزا رو معاینه کرد و بعد گفت حالا شما بریم بیرون و در محوطه گردش بکنین، چون اطراف محوطه بیمارستان در اون قرار داشت خیلی زیبا بود. بریم بیرون کمی بگردیم، منتظر بمونید که دوباره ضربه‌های پای بچه شروع بشه. بعد زایمان رو انجام خواهیم داد. هیچ موردی برای نگرانی وجود نداره. من و لیزا بیرون رفتیم، هیجان زده بودیم و شروع کردیم به قدم زدن در اون محوطه. اوقات خیلی خوبی با هم داشتیم، ساختمان‌ها رو تماشا می‌کردیم و با هم در مورد تولد فرزندمون صحبت می‌کردیم. ما تمام صبح رو مشغول قدم زدن بودیم. حالا ظهر شده بود و ما خسته شده بودیم و هیچ خبری هم نبود. برگشتیم به اتاق و لیزا گفت جان تو الان باید بری بیرون و دعا کنی. من واقعا نگران آردن هستم. از این اوضاع خوشم نمیاد. منظورم اینه که من هیچ نشانی از درد زایمان احساس نمی‌کنم و میدونی چیه؟ امکان داره اونا روش دیگه برای زایمان من انتخاب کنن. یه روش تزریق نخایه، روش دیگه القا به کمک پیتوسینه. اون تو زایمان پسر اولمون اونا تجربه کرده بود. روش خوبی نبود. اون گفت برو بیرون و دعا کن. یه پیغامی از خدا بگیر. یه دفعه رفتم بیرون و یه جای خلوت بیرون از بیمارستان پیدا کردم و حقیقتا شروع به دعا کردم و با التماس گفتم خداوندا در تولد این نوزاد ما به تو محتاجیم. تو خالق این نوزادی. ما به تولد سالم این نوزاد نیاز داریم. من دعا کردم و من در روح دعا کردم و به دعا ادامه دادم و بعد از 40 دقیقه به اتاق بیمارستان برگشتم. احتمالاً ساعت حدود 1:15 بود. ما نشستیم کمی با هم صحبت کردیم. اون گفت خب من گفتم من دعا کردم. بعد در حدود ساعت 2 اون به من نگاه کرد و گفت عزیزم میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام تو دوباره بری بیرون و دعا کنی. من واقعا نگران این نوزادم. گفتم باشه عزیزم، میرم بیرون و دوباره دعا میکنم. بیرون رفتم و محل قبلی رو پیدا کردم. حدود 30-40 دقیقه دعا کردم، برگشتم. حالا ساعت حدود 4 بود و اون گفتم عزیزم ما حدود 25 دقیقه با هم صحبت کردیم و اون گفت لازم اینه که تو دوباره بری بیرون و دعا بکنی. من گفتم حتما عزیزان. بنابراین دوباره بیرون رفتم و دعا کردم. این بار با شور و حرارت دعا کردم. با اون تیکه ابر رو دریافت کردم. من اون ابر رو دریافت کردم. روزاس کلامی در قلبم گذاشت. اون گفت پسر تو امروز متولد خواهد شد و پسر و مادر هر دو فردا در همین ساعت سالم در خونه خودتون خواهم بود. ساعت 4:45 عصر بود. من ابر خودم رو گرفته بودم. حالا من آماده بودم و به اتاق برگشتم و گفتم دخترکم، داشتم با همسرم صحبت میکردم، آردن امروز به دنیا میاد و من گفتم شما هر دو فردا در سلامتی کامل خواهیم بود. در نتیجه ما خوشحال بودیم، همه چیز خوب بود. ساعت 6 شد، هیچ اتفاقی پیش نیامد. اون گفت جان الان لازمه دوباره بری دعا کنی. من گفتم نه، همه چیز خوبه، همه چیز رو به راهه. من از خداوند کلامی دریافت کردم، همه چیز خوبه. ساعت شد 7. اون گفت عزیزم آیا مطمئنی که لازم نیست بری و دعا کنی؟ آیا مطمئن لازم نیست دوباره دعا کنی؟ من گفتم نه، همه چیز خوبه عزیزم، همه چیز خوبه. ساعت 8 شد. حالا دکترا شروع کردن به صحبت در مورد الغای زایمان. اون گفت جان آیا واقعا مطمئنی که نباید بری بیرون؟ من گفتم همه چیز خوبه، نگران نباش عزیزم. ساعت 9 شد، هیچ چیز. ساعت 10 شد، بازم هیچ چیز. حالا اونا به سمت اتاق حرکت کردن، مثل که میخوان وارد اتاق بشن. اونا آمدن که دست به کار بشن. و حالا یکی از دکترها وارد اتاق شد و من فکر کردم اوه لیزا در دستشویه و این دکترا میان تو. اینا نباید همسر منو لمس بکنن، چون اگه واقعا بخوام با تو رو راست باشم اون دکتر مست بود. با خودم گفتم این دکتر نباید به همسر من نزدیک بشه. بالاخره ساعت 11 شد و از 11 از یاد نگذاشته بود که درد زایمان شروع شد. و میدونید آردن ساعت 11:51 متولد شد، کمتر از 50 دقیقه پس از شروع درد زایمان. و ما فردای اون روز ساعت 4:30 خونه خودمون بودیم. هر آنچه خدا گفته بود محقق شد. آمین آمین. بنابراین اغلب ما به گفته این عیسی آشنا هستیم که بطلبید و به شما داده خواهد شد. اما من میخوام لوقا باب 11 آیات 9 و 10 رو از ترجمه 1009 براتون بخونم. عیسی گفت پس به شما میگویم بخواهید و ادامه دهید که به شما داده خواهد شد. بجویید و ادامه دهید که خواهید یافت. بکوبید و ادامه دهید که در به رویتون گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد ادامه دهد به دست آورد، هر که بجوید و ادامه دهد یابد و هر که بکوبد و ادامه دهد در به رویش گشوده شود. عیسی ما را ترغیب میکنه که با خستگی ناپذیری بخواهیم، بجوییم و بکوبیم. چرا؟ آیا شنوایی خدا دچار مشکل شده؟ خیر. نکته در داشتن ایمان راستینه. من شاهد افرادی بودم که در آرزوی دریافت از دستان خدا بودن. اون طرف
افرادی را دیدم که در دریافت از دست خدا مصمم بودند. تفاوتی بین اونا وجود داره. وقتی کسی مصمم باشه سرسخت و پیگیر میشه، اون شخص بی‌پروا و پرشور میشه. دست خالی از حضور اون دور شدن براشون امری غیر قابل قبوله. در اون طرف قضیه اگر شخص در آرزوی پاسخ باشه خیلی آسان‌تر تسلیم میشه و دعا رو ترک میکنه. اگه ما حقیقتا ایمان داشته باشیم هرچی پاسخ ما به طول بیانجامه ما ادامه میدیم و پرشورتر و مصممتر میشیم. به این مثال دقت کنید. میخوام لوقا باب 18 آیات 1 تا 8 رو بخونم. عیسی برای شاگردان مسئله آورد تا نشون بده که باید همیشه دعا کنن و هرگز دلسرد نشوند. در شهری قاضی بود که نه از خدا باکی داشت و نه به خلق خدا توجهی. در همان شهر بیوه زنی بود که پیوسته نزدش میومد و از اون میخواست دادش از دشمن بستاند. قاضی چنگای به او اعتنا نکرد، اما سرانجام با خود گفت هرچند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجه هم، اما چون این بیوه زن مدام زحمتم میدهد دادش را میستانم، مبادا پیوسته بیاید و مرا به ستوه آورد. آنگاه خداوند فرمود شنیدید این قاضی بی انصاف چه گفت؟ حال آیا خدا به داد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه و فریاد میآورند نخواهد رسید؟ آیا این کار را همچنان به تأخیر خواهد افکند؟ به شما میگویم که به زودی به داد ایشان خواهد رسید. اما هنگامی که پسر انسان آید آیا ایمان بر زمین خواهد یافت؟ قبل از هر چیز به سخنان اون دقت کنید. ما هرگز نباید دلسرد بشیم. در این داستان این زن مصر بود. عنوان فرعی این داستان اینه: داشتن روح خستگی ناپذیر. قوتی که شما نیاز دارید تا هرگز دلسرد نشوید. شما باید تبدیل به مرد دعا بشین، کسی که در دعا سماجت به خرج میده، کسی که برای دریافت پاسخ مصممه و نه کسی که در آرزوی پاسخشه. در این داستان این میوه زن در درخواست خودش خستگی ناپذیر بود. اون زن با پیگیری و اصرار خودش اونو به سطوح آورد. حقیقت شگفت انگیز اینه که عیسی از این مثال استفاده میکنه و میخواد که ما از اون در مورد نحوه نزدیک شدن به پدر آسمانی درس بیاموزیم. در این لحظه ما باید یه شفاف سازی انجام بدیم. قبوله؟ ممکنه شما این مسائل رو بخونین و بعد برین تصمیم بگیرین که روز و شب توتیوار یا پشت سرم دعا کنید. این اون چیزی نیست که عیسی قصد تعلیمش رو داره. چون عیسی میگه هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید. کلمات را چند برابر کردن و بارها و بارها اونا تکرار کردن آنگونه که بت پرستان میکنن، زیرا میپندارم به سبب زیاد گفتن دعاهاشون مستجاب میشود. اونا شنیده نخواهند شد. نکته اینجاست. هدف این نیست که در دعا زیاد حرف بزنی، بلکه هدف مصمم بودن در دریافت پاسخه. میدونی من دقت کردم که وقتی بچه‌ها پیش من و لیزا میان انگار چیزی از ما میخوان و اونا رو مصمم در دریافت خواسته هاشون هم دیدم. تفاوت فاحشی وجود داره. ما باید در نحوه ارائه درخواستمون به خدا از خودمون خستگی ناپذیری، شور و اشتیاق و اطمینان نشون بدیم. ایلیا در اینکه تغییر رو ببینه مصمم بود. اون ایستادگی کرد. عیسی نه تنها ما تعلیم داد که دست از خواستمون نکشیم، بلکه همچنین جستن و کوبیدن هم ترک نکنیم. دعای پرشور محدود نمیشه به دعا کردن تو اتاقمون، بلکه مراحل دیگه هم داره. با تمام وجود جستن و کوبیدن. به عبارت دیگه ما هر کاری برای به دست آوردن خواستمون باید انجام بدیم. بذارید که دو تا داستانی که این اواخر اتفاق افتاد براتون تعریف کنم. اول از همه یه داستان بامزه. اوایل امسال من و لیزا فرصتی داشتیم که در هوایی در یک کنفرانس سخنرانی کنیم. امسال من و همسرم دائما در حال مسافرت در سراسر دنیا بودیم. در نتیجه من برنامه ترتیب دادم که ما 2 روز و نیم در ماوایی در یکی از محبوب‌ترین هتل‌ها هم در تمام دنیا با هم باشیم. پس داشتیم به اون موعد نزدیک می‌شدیم. با خودم فکر می‌کردم من قراره 2 روز و نیم با همسرم تنها باشم. خیلی هیجان زده بودم. من شروع کردم به چک کردن پیشبینی هواشناسی در ماوایی برای 10 روز آینده. میدونید هواشناسی هوا رو برای 10 روز آینده در اونجا چطور پیش بینی کرد؟ و وقتی بلافاصله رو دیدم با خودم گفتم وای خدای من، خیلی ناراحت کننده شد. میدونید چیه؟ چون موجی گفت باران‌های زیادی در راهن. فکر کردم اصولا 100% 90% احتمال بارندگی وجود داره. من فکر کردم ای خدای من حتما دچار تغییر میشه. در نتیجه فردا دوباره هواشناسی چک کردم. 9 روز مانده بود و چیزی جز باران پیش بینی نکرد. و بعد 8 روز مانده دوباره همینطور و بعد 7 روز مانده و چیزی جز باران نشون نداد. اوه نه، این وضعیت باعث به هم خوردن برنامه‌ها میشه. ما نمیخواستیم در اون 2 روزی که هوایی بودیم هوا بارانی باشه. بنابراین در اون لحظه شروع به دعا کردم. من وارد اتاقم شدم، گفتم ای پدر، و بعد شروع کردم به درخواست کردن و گفتن من میخوام با همسرم باشم، میخوام آب و هوا مساعد باشه، میخوایم با هم همون آفتاب بگیریم و غیره و غیره. پس با شور و اشتیاق دعا کردم و بعد شروع کردم با ابرها صحبت کردن.
من اجازه نمیدم که اون طوفان از راه برسه و 2 روزی رو که من با همسرم خواهم بود رو خراب کنه. و بعد من هر روز گزارش هواشناسی رو پیگیری میکردم، هر روز. اما من هنوز براش رفته بودم. بالاخره 3 روز مونده بود. لیزا هواشناسی رو چک کرد. اون گفت عزیزم تمام روزایی که ما اونجا خواهیم بود باران خواهد اومد. من گفتم عزیزم بارشی نخواهد بود، به من اعتماد کن، باران نخواهد بارید، ما آب و هوای بسیار خوب خواهیم داشت. بنابراین ما به ماوی پرواز کردیم. رسیدیم اونجا دیر وقت بود و مسلما با هوای بسیار بسیار بدی روبرو می‌شدیم. من اخبار هواشناسی رو دیدم. اون یه طوفان کوچک و ضعیف نبود. اون یه طوفان مهیبی بود که تمام جزایر هاوایی رو تا ساحل اقیانوس آرام در بر گرفته بود. وضعم اینجور بود. آی 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 آی. من خودم گفتم تسلیم نمیشم. من دعا کردم. من با طوفان حرف زدم. حتما یه هوای مطلوب خواهیم داشت. درسته؟ خب صبح اون روز فکر می‌کنم صبح زود بود. من از خواب بیدار شدم. پرده‌ها رو کنار زدم و ابرهای تاریک سیاه در آسمان بودن و باران سیلاسا هم میبارید و من گفتم خداوند برای این روز زیبا سپاسگزارم و من سپاسگزارم که میتونیم حمام آفتاب بگیریم. این دقیقا چیزی بود که من گفتم. همسرم در حمام داشت به من میخندید. باشه، همینطور شما دارین الان به من میخندین. الان سرش رو پاش گذاشته اما اون موقع داشت به من میخندید. خب ما برای صبحانه رفتیم پایین. میدونید اونا تو هوایی چیکار میکنن؟ همه میزهای بیرون رو مجبور شدن به داخل هتل بیارن. اونا مجبور شدن میزها رو در راهرو بچینن. بعد خدمتکارا به میز نزدیک شدن و لیزا به من گفت چیزی برای تو سفارش بدم؟ من اون نگاه کردم گفتم بله، لطفا میشه به اونا بگی بارون رو قطع کنن؟ بعد صبحانه ما در مقابل گذاشته شد و نتیجه من سرمو خم کردم و غذا رو برکردم و گفتم پدر برای این روز زیبا سپاسگزارم و من سپاسگزارم که ما امروز یه روز آفتابی لذت خواهیم برد. و بعد ما گفتیم آمین. و لیزا به من نگاه کرد و گفت آیا فکر میکنی میتونی برای موردی دعا کنی که میدونیم نمیتونیم انتظار پاسخش رو داشته باشیم؟ و هر دو سر میز شروع کردیم به خندیدن. درسته؟ اما خدا و لیزا و خدمتکار و هر کس اونجا بود شاهد هستش. پیش از اتمام صبحانه تمام آسمان از ابرها پاک شد. در بقیه زمانی که اونجا بودیم آفتاب بی‌وفقه در حال تابیدن بود. بعد در شهر شان سوار هواپیما شدیم و به سمت اوآهو پرواز کردیم و ما به قسمت خشک اوآهو رفتیم. درسته؟ ما به اونا گفتیم که در 2 روز گذشته ما زیر آفتاب استراحت کردیم و اونا گفتن چی؟ اینجا باران سیلاسا میبارید. در تمام جزایر بارندگی بود. در واقع شما حتی نمیتونستیم وارد اقیانوس بشین چون بارندگی ضایعات زیادی به بار آورده بود و به مردم مجوز شنا در اقیانوس رو نمیدادن. خداوند واقعا برای ما یه حفره در اون سیستم ایجاد کرده بود تا بتونیم حمام آفتاب بگیریم. حالا این مورد خنده‌داره بود و به این دلیل اونو برای شما تعریف کردم تا شما بدونید که خدا برای کوچکترین جزئیات زندگی ما فکر میکنه. حالا بذارین داستان دیگه رو تعریف کنم که واقعا ما رو برانگیخته میکنه. در رویای سازمان بین‌المللی پیام‌آور، همسرم از اینکه من داستان قبلی رو تمام کردم خیلی خوشحاله. در رویای سازمان بین‌المللی پیام‌آور هدف و آرزوی ما این بوده که کتابایی که خدا به من و لیزا میبخشه رو انتشار بدیم. ما به راستی ایمان داریم که این کتابایی که به ما واگذار شده پیام‌های خدا هستن. نام من به این دلیل روی اون کتابا نوشته شده چون من اولین کسی هستم که اونا رو خونده. این اون چیزیه که واقعا بهش ایمان داریم. ما ایمان داریم که اونا پیام‌های خدا هستن و ما تنها اون الاغی هستیم که او برای سوار شدن به کار میبره. آیا گفته منو درک میکنید؟ ما حقیقتا ایمان داریم که این پیام‌ها کلام نبوتی اون هستن خطاب به کلیسای جهانی در تمام دنیا و بنابراین هدف ما اینه که بتونیم بیشتر از کتابایی که میفروشیم کتاب هدیه بدیم. اما می‌دونیم ما فروش هم داریم. ناشر میلیون‌ها نسخه رو فروخته، بنابراین ما هنوز به هدفمون نرسیدیم چون در تاریخچه سازمان ما تنها تونستیم 250,000 کتاب به شبانان در سراسر دنیا هدیه بدیم. در ژانویه امسال در یک جلسه برنامه‌ریزی سازمان که رهبران ارشد سازمان هم حاضر بودن من گفتم در سال گذشته ما چند کتاب هدیه دادیم. و اون چه باعث نگرانی من شد این بود که فهمیدم تنها 33,000 کتاب به شبانان و رهبران کشورهای همسایه هدیه دادیم.
من گفتم دوستان این واقعا خیلی بده، ما باید این آمار رو بهتر کنیم. بنابراین برای کارهای بین‌المللی یک شخص جدید رو استخدام کردیم که قبلا برای یک سازمان خدماتی خیلی برجسته کار کرده بود و واقعا به امر انتشارات وارد بود و شاید در همکاری با رهبران انتشارات کلام خدا یکی از خبره‌ترین افرادیه که من در سراسر دنیا میشناسم. و ما در حال تأمل در این مورد بودیم که چرا باید به خدا ایمان داشته باشیم و من گفتم میدونید چیه؟ بعد از اینکه صحبت زیاد رو شنیدم من گفتم دوستان میدونید چیه؟ ما با ایمان به خدا امسال 250,000 کتاب به شبانان کشور نیازمند اهدا خواهیم کرد. خب اتاق کمی ساکت شد. یکی از رهبران سازمانمون گفت جان من فکر می‌کنم واقعا این تصمیم خوبی نباشه. میدونی چاپ و توزیع 250,000 کتاب کار خیلی بزرگیه. آیا فکر نمی‌کنی شاید بهتر باشه که با 100,000 نسخه شروع کنیم و بعد بریم سراغ 250,000 نسخه؟ به همکارمون رو معرفی کنیم و موافقتش رو به دست بیاریم. پارسال ما تنها 33,000 نسخه تونستیم اهدا بکنیم. من گفتم میدونی مسئله اصلی چیه؟ ما تنها کسانی هستیم که میتونیم این کتابا رو به دست شبانان برسونیم. من گفتم فکر می‌کنین جو اسماعیل نمیتونه این کارو بکنه؟ مبشرین دیگه مثل بیلی گراهام نمیتونه این کارو بکنه؟ ما تنها کسانی هستیم که باید این کار انجام بدیم. خداوند این پیام رو به دست ما سپرده. من نمیخوام در روز داوری عیسی به من نگاه کنه و بگه چرا ایمان بیشتری از خودت نشون ندادی تا من بیشتر کار بکنم. و من گفتم من نمیخوام شبانان این کشورها به من نگاه کنن و بگن چرا به خداوند ایمان نداشتی تا این پیام به دست ما هم برسه. و بعد اون گفت میدونی اما تو گفته منو باید درک بکنی. منظورم اینه که این یک جهش ناگهانیه. ما میخوایم از 33,000 برسیم به 250,000. و ما به بحث ادامه دادیم و سرانجام بحث ما داغ شد و اون واقعا بحث خیلی داغی شد. و دست آخر بسیار جدی گفتم ما این کار رو انجام میدیم. خب میدونید جلسه در فضای آرومی به پایان نرسید. خیلی پرتنش بود. و من به یاد دارم که به اون رهبر زنگ زدم و گفتم متاسفم کمی تند حرف زدم، اما تو باید بفهمی که هیچ چیزی علیه تو ندارم، بلکه اون چه گفتم برآمده از اشتیاق قلبی بوده و این اونو تحت تاثیر قرار داد. راستش واقعا تند صحبت کرده بودم. و یادم میاد که چند روز بعد اون به من زنگ زد و گفت میتونی لطفاً بگی آیا تو ایمان داری که این همون کاریه که خدا از ما میخواد انجام بدیم؟ اگه اینطور باشه ما با دعاهامون و تلاشمون از تو حمایت میکنیم. گفتم میدونی چیه؟ 24 ساعت به من فرصت بده. به اون زنگ زدم و گفتم ببین این همون کاری که از ما انتظار میره که انجامش بدیم. ما امسال 250,000 نسخه کتاب اهدا خواهیم کرد. بنابراین ما شروع به مشخص کردن مقاصدی که باید کتابا را بفرستیم کردیم. برخی از کشورها اینا بودن: ترکیه، تاجیکستان، لبنان، مصر، اردن، ماروکو، سودان، ویتنام، سیرالئون، لیبی، زامبیا، کوبا. در اصل در حدود 41 کشور شد. و این لیست شبانانه. هر کدام از این رهبران و شبانان به عنوان مثال برای چین 45,000 کتاب، برای کشوری مثل ویتنام دولت اون کشور مجوز وارد کردن کتاب دام شیطان رو صادر کرد. بنابراین ما در حال چاپ 10,000 کتاب برای ویتنام هستیم. درسته؟ اما هنوز یک گام بزرگ ایمان باید برداریم، چون هزینه این کار از کجا باید تامین بشه؟ خب 2 هفته بعد در هتلی در فلوریدا در شهر ساراسوتا مشغول نوشتن این کتاب بودم و از دفتر با من تماس گرفتن. خب حالا کارکنان من میدونن که صبح نباید من زنگ بزنن چون مشغول نوشتن هستم. من فکر کردم به نظر جالب بیاد، بنابراین با خودم گفتم به تلفن جواب میدم. گفتم سلام و کاملا مطمئن بودم که یکی از رهبران خواهد بود که چند هفته پیش با اون در جلسه بودم. ایشون گفتن ما می‌خواستیم چیزی با شما در میون بذاریم. گفتم بله حتما. ما همین الان از یک فردی تعهدنامه دریافت کردیم که متعهد شده $300,000 به سازمان بین‌المللی پیام‌آور اهدا کنه تا این کتابا به دست اون شبانا برسه. پشت تلفن با صدای بلند جیغ زدم. منظورم اینه که هر کسی اون لحظه در هتل بود صدای منو شنیده بود، چون در اتاق من باز بود. من فریاد زدم، به شدت هیجان زده شده بودم. ماجرا از این قرار بود که یکی از کارکنان ما با یک تاجر در یک ایالت دیگه در مورد رویای ما صحبت کرده و اون بازرگان گفته بود من میخوام در این کار سهمی داشته باشم، من میخوام به شما $300,000 هدیه بدم. بزرگترین مبلغی که ما در تاریخ خدمتتون به عنوان هدیه دریافت کرده بودیم $50,000 بوده. من واقعا بسیار خوشحال بودم. همه کارمندان سازمان مکالمه من رو شنیدن. همه ما پایکوبی می‌کردیم. همه دور بلندگوی تلفن جمع شده بودن. من مثل یه دیوانه سر جمع نشستم گفتم دوستان این عالی نیست؟ گفتم میدونید چیه؟ آیا از این که حرف منو گوش دادی خوشحال نیستید؟ گفتم آره، من کمی تند با شما صحبت کردم و من یکی از رهبران رو مد نظر داشتم. اون شروع کرد به خنده و گفت من فکر می‌کردم تو به من می‌خوای بگی دور شو از من ابلیس. اون گفت اگه راست رو بخوایم بهت بگم ما از اینکه تو اون کلام رو از جانب خدا دریافت کرده بودی ایمان نداشتیم.
کمی دیرتر در همان روز لیزا به جمع تیم نگاه کرد، گفت میدونید ما برای اون چیزی که به نظرمون امکان پذیر به خدا ایمان داریم، اما جان برای امور غیر ممکن به خدا ایمان داره. این اتفاق به طرز چشمگیری ایمان اعضای تیم رو بنا کرد. و میدونین الان با خاطر جمعی میتونم بگم ترتیب همه چیز داده شده، اساس کار گذاشته شده، بودجه کار تامین شده. ما هدف خود رو اعطا کردن 250 کتاب عملی خواهیم کرد. و من باید به شما بگم که به تازگی از خاورمیانه برگشتم. من 2 هفته پیش برای 2000 نفر از رهبران خاورمیانه موعظه کردم. اونا یک جلسه خصوصی فقط برای رهبران برگزار می‌کردن. اونا مجوز شرکت به مردم عادی رو در جلسات ندادن. تنها شبانا و رهبران میتونستن شرکت کنن. اونا 2000 نفر جمع کرده بودن از عربستان سعودی، ایران، عراق، سوریه. اونا از لبنان هم اومده بودن. از همه جا شرکت داشتن. میخوام بگم وقتی من وارد اون ساختمان شدم هوا خیلی سنگین بود. اون همه مردم اونجا ازدحام کرده بودن. اما برای من مهم نبود، چون تشنگی و اشتیاق فراوانی برای خدا اونجا حاکم بود. و ما با شبانانی که از ایران اومده بودن و جانشون در خطر بود نشستم و اونا با چشمان اشک‌آلود گفتن که چقدر این کتاب‌ها باعث کمک به اونا میشه. چون بزنید این نکته رو بگم، خداوند کشور آمریکا رو با امتیاز خاصی برکت داده. اما میدونی وقتی ملتی خدا رو خدمت میکنه، میدونی خدا اونها رو تبدیل میکنه به اون چیزی که براشون اراده کرده. همونطور که در مورد یک شخص انجام میده. متوجه هستین؟ وقتی به کره نگاه میکنید، هیچ کس مثل اونا نمیتونه دعا کنه. این کشور برای دعا کردن مشهوره. اونا دعوت خدا رو برای زندگیشون تحقق بخشیدن. وقتی به استرالیا نگاه میکنی، هیچ کس نمیتونه با اونا در تولید موسیقی آسمانی رقابت کنه. اونا هم هدف خدا رو برای زندگیشون محقق کردن. خدا چه هدیه به کشور آمریکا بخشیده؟ اون دانش مکاشفه است. چرا از واعظان آمریکایی خواسته میشه که در سراسر دنیا موعظه بکنن؟ چون خدا این کشور رو با دانش و معرفت مکاشفه برکت داده. بنابراین اون چیزی که برای ما امری بدیهیه، در اون کشورها به اون نیازمندن. و من فکر کردم که اگر این رویا رو پیگیری نمی‌کردم، اگه دعا نمی‌کردم و اگه با شور اشتیاق نمی‌کوبیدم، یا اگه اون روز در اون جلسه بر موضوع خودم محکم نمی‌ایستادم، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ما اون چه که $300,000 دریافت می‌کردیم، ما نمی‌تونستیم این شبانه رو خدمت کنیم. پس از دیدن تشنگی در اون چشما، بذارید اینو بگم، دعای بی‌وقفه و مسترانه ارزشون رو داشت. آمین. پولس تیموتائوس اینطور تعلیم میده: در نبرد نیکوی ایمان پیکار کن و به دست آور آن حیات جاودان که بدان فرا خوانده شدی. به دست آوردن آن حیات جاودان به معنی چسبیدن به هدف و تدارک عیسی است. مسلم است که باید با تمام وجود این کارو کرد. میدونین، فقط میخوام این رو بگم، در نزدیک شدن به خدا خجالتی نباشین. خداوند میگه من میخوام که شما با شهامت به من نزدیک بشین، با شور و حرارت نزد من بیاین. من میخوام گوش بکنید. برای دریافت پاسختون مصمم باشین و نه در آرزوی دریافت اون. من دعا میکنم که هر کدوم از شما در دعاهاتون خستگی ناپذیر باشین، مثل ایلیا، تا وقتی که اون چیزی رو نبینین که خدا میخواد برای این زمین به انجام برسونه هرگز متوقف نشین. به امید دیدار در جلسه آینده. پولس میگوید که در روزگار ما پیروی از عیسی حتی دشوارتر خواهد شد. در جلسه آخر جان تعلیم میدهد که هر گونه سازش را کنار بگذاریم و تشویقمان میکند که تا به انتها محکم و استوار بر راستی بایستیم.